تو این ویدیو هر کی بتونه پول بیشتری خرج بکنه برنده میشه. داداش اگه اینجوریه من 3 تا بنز می‌خرم. نه دیگه، قانون داره. قانونش اینه که ما 3 تا کاتگوری داریم که توی هر کاتگوری چند تا آیتم داره و ما باید بتونیم اون آیتما رو به گرونترین قیمت بخریم و هر کس در آخر بیشترین قیمت رو داشته باشه برنده میشه. پس من لیستو هفته دیگه میارم. نه دیگه، ما فقط نیم ساعت وقت داریم توی بزرگترین فروشگاه تهران همه آیتما رو بخریم. بچه لیست خریدو دارید دیگه؟ بله. برای این چالش نیم ساعت بیشتر وقت نداریم. بزن بریم. بچه چالش ما توی 3 تا کاتگوری رنگ، حروف و اشکال که رنگایی که انتخاب کردیم رنگای آبی، زرد، قرمز، سفید و مشکیه. ببین برای اولین آیتم میرم سراغ چیزی که به نظرم سخت‌ترینه، رنگ. حروف هایی هم که برای کاتگوری حروفمون انتخاب کردیم حروف ت، ل، ر، ب هستش. بچه‌ها من اول میخوام برم سراغ حروف چون اسم میکنم که آسون‌تره. نمیدونم چرا همچین فکری میکنم ولی خب حروف. و قسمت اشکالمون هم که کاملا مشخصه، اشکال هندسی مثلث و دایره و مربع. بچه اول از همه من میخوام برم سراغ کاتگوری شکل، به خاطر اینکه ما نمیتونیم چیز تکراری بگیریم و به نظرم اول از همه باید شکل رو بگیرم چون واسه حروف و رنگ و اینا خیلی گزینه‌های زیادی هست ولی شکل گزینه‌ها کمتره. اول میخوام برم سراغ کاتگوری شکل. آقا از بین شکل‌ها مثلث سخت‌ترین شکله. کلا خوراکیایی که مثلثی باشن خیلی کمه. به خاطر همین اول میخوام برم مثلث رو پیدا کنم، بعد مربع، بعد دایره. چیزایی که دایره‌ای خیلی زیادن. واسه مثلث هم یه ایده خیلی خفن دارم. وقتی میگی رنگ مشکی یه چیز همیشه تو ذهنت میاد، زغال. میخوام زغال پیدا کنم. عشق و حال، برنامه، جوجه، ماست، همین چیز دیگه ای نداره کنارش. بچه من واسه ب بالش پیدا کردم 264 تومن. برم بقیه حرفا رو پیدا کنم حاجی. من باید تو این بازی برنده بشم. بچه برای شکل مثلث پنیر پارمزان پیدا کردم، قیمتش 189,000 تومان. 189,000 تومان برای یه چیز مثلثی بی‌نظیره. بریم سراغ شکل بعدی. زغال خطرناک. حتما هنگام روشن کردن این زغال فاصله ایمنی رو رعایت بفرمایید. چشم چجوری میخواد فاصله ایمنی رو رعایت کنه؟ و فندک رو بزنی زیرشی. آقا چرا تخفیف گذاشتم؟ بچه تبلت جادویی پیدا کردم. فکر کنم همین هست. من اینو میگیرم واسه ت. بریم بقیه‌شو بگیرم. آقا برای چیز گرد و دایره‌ای شکل پنیر پیدا کردم. پنیر لبنه انقدر بزرگ قیمتش 82 تومنه. 82,000 تومان قیمت پنیره. بعد همین الان متوجه شدم پنیر بغلی، پنیر آلیما 86,000 تومنه. اینو برمی‌دارم دیگه. بچه برای فقط تونستم به رب فکر کنم. هیچی نتونستم پیدا کنم. برای همین گرونترین ربی که میتونم پیدا کنم 48,500. تو نگران چیاریه؟ من برداشتم نمیتونی لامپ برداری. لامپ چرا باید بردارم؟ چرا باید تو اولویتام لامپ باشه؟ لامپ ولی اینجا زده 270 ولی به قیافش نمیخوره 270. گرونتر میخوره. نه حاجی خیلی ارزون تر باشه. این 270 میخوره؟ ببینم. بده من بابا بابا اومد تو کیسه من، سبد خرید من دیگه. بچه اینجا قیمت لامپ زده 270 تومن ولی اصلا فکر نکنم این باشه. واسه همین سیدکو 30 واتی 225 تومن بود. 50 واتیشو گرفتم. این دیگه قطعا بالای 225 تومنه. من پیدا نمی‌کنم قیمتشو. پس یه سیدکو 50 واتی برمی‌دارم. لامپ. حروف من کامل تموم شد. میرم سراغ کاتگوری بعدی. بچه برای آیتم مربع یه بسته دستمال 10 تایی پیدا کردم، کاملا هم مربع. خب قیمتش 133,000 تومنه. 133,000 تومن برای فقط مربعی بودنشه. درسته دستمال مستطیلی ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن میشن مربع. مغز قوی. کمی مشکل پیدا کردن رنگ تمام سفید خوردم، یعنی چیزی پیدا نمی‌کنم که کلاً سفید باشه. بذار باز دارم میگردم. آپاش آقا از هر جایی نگاه کنی سفیده، توش هم سفیده. بچه من کاتگوری بعدی که ما انتخاب کنم کاتگوری رنگ. کاتگوری رنگ ما قرمز، آبی، زرد، سفید، مشکی. فکر کنم آسونه میتونم درش بیارم. سری بریم رنگا رو انتخاب بکنیم، گرونترین خریدو بزنیم. لیتس گو. آقا من اشکال رو تمام کردم. الان میخوام برم سراغ رنگ چون رنگ از حروف سخت‌تره. اولین رنگم که میخوام بگیرم قرمزه. یه دمپایی اینجاست، قیمتش 312,000 تومانه. 312,000 تومان فقط برای رنگ قرمز. رنگ سفید و مشکی خیلی سخته، اصلا نمیدونم چیکار کنم، ولی آبی و زردم باز میتونم میسه خیلی خفن بگیرم. سرعت بعد از پیدا کردن رنگ سفید از اونجایی که
مغز بزرگی هم جذبم میکنه سمت چیز مختلفش پیدا کردم. خیلی باحاله، خیلی دوستم ببینم چیه چجوری استفاده. یخ خشک مکسنس نمیدونم چی آبی، اینم رنگ آبی. خیلی آبیه، یعنی هر جور حساب کنی آبیه. اینم گرفتم. بچه برای رنگ منبع قرمز داداش سس فیلفیل میگیرم 140 تومن، اینو میذاریم اینجا داداش. بعدی هم زردش رو میگیرم، فیلفیل زرد. 2 تا سس فیلفیل گرفتم، هر کدوم 140 تومن. دیگه گرونترین سوسی که من پیدا کردم اینجا. بزن بریم بقیه رنگا رو پیدا کنیم. بچه برای رنگ آبی یه چیزی میخوام بخرم که واقعا نیاز دارم. مایع شیشه شور ماشین قیمتش 42000 تومنه، ولی شاید چیز گرونتری هم باشه. هوا 40 خورده 1000 تومن که بچه شیشه شور بزرگتر پیدا کردم. خدا بده برکت. قیمتش 74000 تومنه. نه دیگه اوکیه، خدا بده برکت. همینم کافیه دیگه. چی میخوام بگیرم با رنگ آبی؟ لایف کم کاپ 62900 خرید به نظر عالیه. من خیلی کمپ میرم چون کمپ ترک احتیاط. به قسمت جذاب نوشیدنی میرسیم. رنگ سفید. بچه داشتم به این فکر میکردم که چرا من دارم رنگام هم خوراکی برمیدارم. شاید بچه چیز گرونتر بردارم. واسه همین تصمیم گرفتم 2 تا رنگ آبی و رنگ مشکی که دارم و برم یه چرخی بزنم و چیز گرون بخرم. خوشم میاد خریدایی که میکنم به دردم میخوره. شیشه شور خریدم واسه ماشینم که شیشه شور نداره. آقا برای رنگ زرد میخوام براتون زغال بخرم، دوام کافی، وزن کامل، مخصوص کباب. قیمت 55000 تومان. رنگم فقط سفید و مشکیش مونده که واقعا نمیدونم چی بخرم، ولی سفید و مشکی رنگم بزنم فقط حروف میمونه میتره کنم. رنگ بعدی هم اینه ها. توپ زرد. بچه صادق باشم، یه چیز آبی پیدا کردم قیمتش نسبتا خوبه، 200 تومن. دسته تی گرفتم. من اینو میخرم 200,000 تومن. عشق رنگ مشکی رو برم پیدا کنم. بچه برای رنگ سفید یه چیزی پیدا کردم. خدا به به، اومدیم قسمت نظافت. یه تی میخوام بگیرم. بچه باورتون نمیشه قیمتش چقدره. 277000 تومان. قبول دارید که داشبنی برنده است یا نه؟ من نمیدونم آریان بابک چی کار کردم، ولی مطمئنم برندم. من تمام کردم رنگو. گفت حاضر. اشکالو میخوام پر سرعت تموم کنم. میخوام دمپایی بخرم، دمپایی ارسلان کامفورت 312 تومن، رنگ مشکی. همونطور که میدونید ما قبلا چالش اشکال رفتیم. اشکال ما 3 تا: مثلث، مربع و دایره. حالا میخوام برم برای این 3 تا گرونترین چیزی که میتونم رو پیدا کنم و بخرم. و میدونی که من برنده این مسابقم. اگه برنده نشم همین دسته تایی مایع لباسشویی مخصوص لباسهای مشکی. قیمت 148000 تومان. 148000 تومان مایع لباسشویی مشکی. سرعت عمل خدا. فقط حروفم مونده 4 تا حروفو بگیرم جرشون بدم. تونمای گل لاهن چیه؟ تونمای گل لادن 90000 تومان. این از دایره. بچه‌ها من از خرید نوشیدنی سفیدم پشیمونم و مایع ظرف رویا میخرم 117000 تومان. به هر حال لازمه تو خونه، هر خانواده‌ای نیاز داره به مایع ظرف رویا. من میرم این نوشیدنی رو میذارم سر جاش و اینم میگیرم. بچه واسه حروف واقعا نمیدونم چی بگیرم. هر چیزی نگاه میکنم یا ارزونه یا به درد نمیخوره. بعد از این همه گشتن تون ماهی پیدا کردم. برای ته واقعا چیز خوبیه. تون ماهی لادن سیر و فلفل از همه گرونتر. قیمتش 93000 تومنه. 93000 تومن. اومدم رسیدم به آیتم بعدی و اون مربع. اون مربعه. از این نسکافه من خیلی دوست دارم. کلا خیلی خفنه، خیلی خوشمزه است. خدا اسپانسرمون شد. نسکافه پول نداری. بچه‌ها برای چالش اشکال من دایره شروع کردم و چون اومدم تو زون میوه‌جات، چون بیشترین چیزهای دایره‌ای میوه‌ن، گوجه سبز. حالا اینجا زده فروش ویژه، زده قیمتش شد 258 تومن. اصلا برام مهم نیست ببرم. من میخوام گوجه سبزی رو بخورم. اصلا برام مهم نیست ببرم. پشمام از این ریخته. من رنگو اینقدر خوب رفتم، شکلو اینقدر خوب رفتم، حروف نمیتونم پیدا کنم. ما آیتم مثلثیم رو هم یافتم با قیمت بسیار بالا. کدوم انتخاب کنم؟ خب گرون‌تره. بلو چیز مثلث نگاه.
اینم از اشکال، میمونه حروف. خب حروف کاری نداره آقا. ت ل ر ب. بچه واسه مربع فکر کردم تو قسمت بازی ها میتونم چیز بالی پیدا کنم، ولی این نمیدونم مثلا اسمش چیه. سپتاستون اشکال تو همین 253,000 تومان. What the fuck؟ این چنده مگه؟ چی داره 253؟ این هم قیمت گوجه سبز حاجی. به زور یه دونه روغن پیدا کردم که اونم قیمتش خیلی کم نیست. از دور داشتم میومدم کم بود، ولی به اینجا که رسیدم 300 تومن پول روغنه. تازه بدشانسی آوردم 30% هم تخفیف خورده. روغن 300 تومانی، روغن زیتون. من دیگه ناشکری نمی کنم، خدای شکر چه زندگی خوبی دارم، دست شما درد نکنه. روغن 300 تومانی گرفتم دیگه، 2 حروف دیگه رو حتی خوبم بر ندارم، خوشحالم. جدی میگم داشتم فشار میخوردم که چرا اینقدر همه چیز ارزونه، پیدا نمیشه. ترافل خرمای پذیرایی پیدا کردم. من خودم خرما خیلی دوست دارم کلا، ولی اینا نخوردم. چیز جذابی به نظر میاد. 175,000 تومنه. تا اینجای کار خیلی خوشحال بودم چون گفتم مثلث آسونه. یه اسلایس پیتزا من برم بگیرم، حالا با هر قیمتی دیگه. تقریبا چالشو تموم کردم، رفتم که یه اسلایس پیتزا بگیرم و فهمیدم که نکته دردناک ماجرا اینجاست که همه پیتزاش مربع شکل بود. این همه گشتم یه له پیدا کردم، لوبیا چیتی 40,000 تومان. مسخره کردید. لوبیا چیتی 37,000 تومان، اون مارگرونه بود. هیچی نیست. نخود، خوراک بادمجان، ذرت مخلوط، نخود سبز. جی من یه له پیدا نمی‌کنم، همش ارزونه له‌ها. اوه چه روغنی پیدا کردم. روغن کره حیوانی 260,000 تومن. خب یعنی ره رو دست این نیست. رم هم کردم توی یک سبد. بیسفود نمیدونم، هر چیزی که هست با ب شروع میشه و 115,000 تومنه. چیو بری داداش؟ چقدر چیا مونده؟ و د پیدا نمی‌کنم. تو حروف رنگو گرفتم، اشکالم گرفتم. تو چی یاد مونده؟ داداش من فقط یه دونه مثلثم مونده، همه چیمو گرفتم. یه له خوب بهم بگو، یه مثلث خوب بگو. نه مثلث خوب اون موقع میشونستم. گل لواشک بود. لواشک خیلی ارزونه، 70-80 تومن. من گرفتم نمیتونی بگی. من لامپ گرفتم. چند لامپ؟ لامپ 30 واتی 250 تومان. برو یه لامپی بگی که 100 نه تومان. لامپ نمیگی. یه لی یا یه ب خوب. برو یه لوستر بخوام. گفتی فهم مثلث بود. آره. حاجی برو تو قسمت چیز لوازم خونه و اینا، اونجا مثلثی خوب پیدا می‌کنی. بریم تو قسمت لوازم خونگی. زیاد وقت ندارم، فقط باید یه چیز مثلثی پیدا کنم که قیمتش خوب باشه و بعدش هم بتونم بازیو ببرم. خریدم تو ب مونده. بپرین تو بنیامین. به من خریدم. آریان بزن سبدشو بزن. آریان سبدش خالی کن. آقا من برم پیتزا بگیرم، فهمیدم همشون مربع، خیلی ناراحت. آقا برای له خیلی منم نخریدم. من یه آیتم دارم میتونم بخرم. من میدونم اون چیه. آریان اونقدر تلاش لامپ نکن. خریده؟ آره خوراکی له خب. لواشک گرون‌ترین میشه. من چیزی لازانیا میخرم نمیتونید بخرید. 60-70 تومن. 116,000 تومن پرسی. تو یه تیکه میتونی یه تیکه میتونی برداری. کل اونو دیگه دارم میخرم. ببین 3 کیلو بت لازانیا میرم بگیر. منم 2 کیلو آقا پیتزا بگیرم. ارزون ترین حالتی که میتونی بخری یه پرس لازانیاه. کمتر نمیتونی بخری. باشه، یک واحد میشه 70 تومن. 116 تومن. برو بخر. لامپ از اون گرونتره. لامپ از 250 تومن. برو بابا لامپ نکنیم وسط بچه. بچه خیلی ناراحتم. تنها چیز مثلثی که بالاخره تونستم پیدا کنم یه چیپس توردیلایی که توش شکلای مثلثی داره 37 تومن. خیلی چیز ارزانی بود. اگه شما چیز مثلثی گرون قیمت می‌دونید برام کامنت کنید. ببین من هر چقدر فکر میکنم تلاش میکنم نمیتونم از لازانیا فکرمو در بیارم و حتی دوست دارم این بیزفوده رو که خریدم ارده داره توش حذف کنم و برم یه دلستر باربیکن جاش بگیرم بشینم یه گوشه غذا بخورم، ولی باید برد. جی ولی برد تو خریدای وسایل خونه است. اینجا یه لی یا یه ب پیدا کنی، نون تو روغن. آقا همین الان نگاه کردم نیم ساعت هم 1 دقیقه مونده، نمیتونم لی یا ب پیدا کنم. سریع باید برم صندوق حساب کنم. فقط باید برم حساب کنم، باید برم سمت صندوق و ببینیم کی برنده میشه. بالاخره انتظارها به پایان رسید. یه رفیق دارم
به عشق اون لازانیا خریدم. بچه‌هایی که میدونن اسمشو کامنت کنن. بچه نیم ساعت همین الان تموم شد، بریم دم صندوق بچه‌ها رو ببینیم. ما بریم سریع حساب بکنیم، رسید رو بگیریم، بریم بیرون بهتون بگیم قیمت هر کدومش رو چقدر. آقا من خریدمو کردم، بچه‌ها دارن حساب میکنن. من خریدم شد 1,570,000. فکر کنم یا من میبرم، نمیدونم. کیسه خرید بابک خیلی زیاد بود. بابک گفت من همه آیتما رو گرفتم. آریان ولی میگفتش که فکر نکنم ببرم، ولی ممکنه آریانم ببره. نمیدونم، وایسید بیام. من فکر کنم یا من میبرم یا بابک میبره. من میبازم. آقا بزن بریم لیست خرید رو به هم دیگه نشون بدیم. آقا الان وقت اینه که ببینید خرید کی از همه بیشتر شده. آریان اول تو بگو چقدر شده. من نمیام آقا، من میبازم. آقا حجم بگو بابک. 1,328,000 به علاوه 116,000 چرا؟ تومان لازانیا. چرا؟ فاکتور نخورید. خودم کارتش کشیدم. 1,500,000 میشه. 1,400,000. یس. چقدری تو؟ نه وایسا. تو چقدری؟ تو بگو. تو 1,500,000 من از این بیشتری. بیشترم. تو 1,500,000 بیشتری. نمیگم. من 1,570,000. یک و 700 چی خریدی؟ 1,781 نمیدونم چجوری. بذار من بگم، من گرونترین چیزایی که خریدم دسته میبرنده مال منه. میشه برسم چیا خریدی گروناتو فقط بگی؟ فقط گروناتو بگو. دمپای ناله، من قرازشو گرفتم. خب دمپایی سپت ستون اشکال نمیدونم چپری بده با چقدر چیزای گرونی یه خریده. بازیه که نمیدونم چیه سپت ستون. خب اینو برای چی خریدی؟ مربع شکل خریده دیگه. خریده دیگه. سپت ستون تک. بعدی چیه سومی؟ نه برنده شده دیدم. این تقلب تو نکرده. چش بچه هاست، بذار بیارشون من. آقا این چالش هم آریان بود. سلاح ارتش حالا یه سوال دارم، این همه چرت و پرت خریدیم میخوایم چیکارشون کنیم؟ آقا بابک و آریان همه اغلبشون رو خریدن. من 2 تا کمتر دارم. حرف ل و ب رو نتونستم بخرم. گرونترین چیزی که هر کس گرفته رو بگم. گرونترین چیزی که آریان گرفته 355 تومن لامپه. گرونترین چیزی که بابک گرفته 214 تومن پنیر کاله است. تو مگه نگفتی روغن 300 تومانی خریدم؟ روغنه فکر کنم ها. روغن نداری اصلا اینجا. روغن کره حیوانی. روغن 220 تومنه. تخفیف داشته چیزایی که بابک خریده. تو تخفیفا رو حواست نبوده. آها بابک یخ خشکم خریده 260 تومن. گرونترین چیزی هم که من گرفتم روغن زیتون 300 تومن. بنی یخ خشک 26,000 تومان. آقا بابک یه چیزو فکر میکرده 260 تومنه 26 برداشته و دلم واسط میسوزه. منم اگه 2 تا آیتم دیگه هم میگرفتم میبردم. بابا چرا تخفیف اصلا معنی نداره تخفیف میزنه. آقا هایپر استار تخفیف من میزنه. چه تخفیف میزنه؟ آقا من دوم شدم، آریان اول، بابک هم اول شد. چیزایی که من به ریال اشتباه خریدم و درست حساب کنی به ریال تومن بردم. تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشید و شب بخیر.